أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تقدموا، پیش دستی مکنید یا سبقت مکنید بین یدی الله و رسوله، در مقابل الله و رسولش. یعنی شما از الله و رسول کرده پیش دستی نکنید، سخن پیش نگویید بدون علم و بدون فهم. وقتی که در یک کدام مسئله دینی سخن میگین باید چی کنین؟ اول کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و در این مسئله بفهمین، بعد از سخن بگوین. واتقوا الله، و بترسید از الله. ان الله یقین که الله متعال سمیع بسیار شنواست، علیم بسیار داناست. یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمان ها، ادب دیگر یاد بگیرین که او چی هست؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدایتان از صدای پیغمبر کرده بلند نکنین. ولا تجهروا له بالقول، و با جهر بسیار بلند برای پیغمبر سخن نگویید. که جهر بعضکم لبعض، مثل که شما بعضی با بعضی دیگر صدای بلند میکنین. در مجلس پیغمبر بسیار با ادب باشین. ان تحبط اعمالکم، اتو نشه که با ضایع و عملهای شما به اساس بیادبی. و انتم لا تشعرون، و شما چی؟ خبر نباشین. یگان وقت اعمال انسان از بین میره بی خبر، خصوصا در بیادبی در مقابل الله و رسولش. حالا یک کس میگه حالا پیغمبر نیست، حالا چطور کنیم؟ میگه در مقابل حدیث پیغمبرها چیغ نزن. یک کسی که یک سنت رسول الله صلی عمل میکنه، پرسانش که بچیم امی سنت چرا عمل کردی؟ او میگه به خاطر محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم این سنت عمل کردیم. ما خوریش سفیر هستم 60 سالی عمل نکردیم. تو که نکردی الله تعالی ببخشه. نه ما که نکردیم تو را هم نمیمانم. میگی بیادبی در مقابل الله و رسولش نکنین، در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم بیادبی نکنین. وقتی که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد بگو که آمنا و سلمنا، ایمان آوردیم و تسلیم شدیم. اگر تو کلان عالم هستی، یک بچه که سن بسیار کم 10 ساله آمد یک حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و گفت، قبول بگو جزاک الله خیر. ما بسیاری وقتا یک جوان سر ما انتقاد میکنه، میگن فکر نمیشه پاچایم کشال میشه، از بجلکم تیر میشه. یک جوان میبره میگه استادی بجلکت پاچایت، میگه او ولد خیر ببینی که گفتی. نه چرا گفتی؟ باش که در جانت بخیزم کتنی. باز اسلام نشد. صدایتان سر صدای پیغمبر بلند نکنین، در مقابل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیادبی نکنین. قرآن همی قسم ادب یاد میده ما. از این خاطر وقتی که یک آیت قرآن یک طفل بخونه، یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یک طفل بخونه، و ما با او تسلیم هستیم، تسلیم میشیم. چرا؟ ادب است که الله بر ما میگه. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله میگه وقتی که این آیت قرآن نازل شد، ابوبکر و عمر رضی الله عنهما میگه آنقدر آستاست تا گپ میزدن، صدای خود پایین میکردن که حتی بسیار سخت بود که صدایشون بشنوی. الله متعال آیت نازل کرد که ان الذین، یقینا کسانی که یغضون پخش میکنن اصواتهم صداهای خود را عند رسول الله به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، اولئک اینا الذین کسانی هستند که امتحن الله امتحان گرفته هست الله متعال قلوبهم قلبهایشان را للتقوى و تقوا. یعنی وقتی که الله اینا را امتحان کرد واقعا اینا با تقوا هست. پس ابوبکر صدیق و عمر علما میگن که بسیار مردمای با تقوا بودن به شهادت قرآن عظیم شان. پاداششان چی بود؟ لهم مغفرت و اجر عظیم. الله میگه بر از اینا هم مغفرت است و هم اجر عظیم که چی است؟ جنت است. یک بیادبی دیگه بعض مردما عادت دارن که مثلا تو در خانه هستی، رسول الله هم در اتاق می بود، بعض مردمای بادیه نشین می آمدن، واقعی گپا را نمیفهمیدن این آداب اجتماعی را، از پشت کلکین صدا میکردن از پایان از راه، ای رسول الله، ای محمد صلی الله علیه و سلم. الله متعال گفت که ان الذين، یقینا کسانی که ینادون که صدا میکنن تو را من وراء الحجرات، از بیرون اتاقها، از بیرون صدا میکنن، اکثرهم لا یعقلون، اکثریت از اونا چی هستن؟
معقولیت استفاده نمیکنن، از معقولیت کار نمیگیرن. ولو انهم صبروا، اگر اینا صبر میکردن، حتی تخرج الیهم، تا که خارج شوی به ایشان، لکان خیر لهم، برشان بهتر بود. والله غفور رحیم. لکن اگر این کارها را کردن، بعد از این کار نمیکنن، این ادب برشان درس داده شد. الله غفور است و رحیم است و بسیار مهربان است. آل یک ادب اجتماعی و ادب سیاسی برای سیاستمدارا، برای مسلمان ها، مؤمنان با اخلاق، مؤمنایی که مثلا مسئول سیاسی هستند، مسئول اداری هستند، دیگه عام مسلمان ها که هستند، برای یک ادب قوی دیگر یاد میده که این مربوط به نظام سیاسی اسلام میشه، نظام اخلاقی اسلام میشه و نظام اجتماعی اسلام میشه. سه نظام در یک آیت قرآن بیان میکنه. چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یک فاسق بر شما یک خبر آورد. فاسق کی است؟ شیطان، جاسوس، دروغگوی، سخنچین. اگر یک نفر بر شما یک سخن آورد، فتبینوا، باز چون این فاسق است، اگر این فاسق نمی بود، شیطانی نمی کرد، چغلی نمی کرد، سخنچینی نمی کرد، پس شما تحقیق بکنید در مورد از این سخن. نباید ات شبه که یک نفر مثلا گرفتی بندی کردی، باز 5 سال بعد خبر میشه که بیچاره هیچ کاری نکرده. یا یک نفر لط کردی، یا زدی، یا زجر کردی، یا کشتی، پس آن باز چی شد؟ فتبین ان تصیبوا قوما، اتو نشه که شما به یک ضرر برسانین یک قومی را به جهالت، بنادانی، بدون تحقیق، بدون فهم. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، باز بگردین با آنچه که فعل کردین پشیمان شوین. باز 5 سال بعد باز پشیمان شوی که او ولی ما خبایی بیچاره بیگناه بود، میل ناق گرفتم قضیت کردم. اینال شما باید، اینال وقتی که برای کافر گفته که فاسق براتان آمد، شما چی نکنین؟ فاسق که آمد تحقیق کنین، کافر که آمد چی کنین؟ باید سخنشه ایش قبول نکنین. چرا که شهادت کافر بالای مسلمان قبول نمیشه. یک وقت من کتاب نوشته میکردم، در وقت ماستری بودم، در وقت ماستری برای ما گفت که درباره یکی از شخصیت های اسلامی یک تحقیق کنین. من درباره یک کتاب نوشته کردم، یک کسی بود خو یکی از امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه شخصیت کارخانه گرفت، 40 نمره داشت. یک کسی مثلا از امام شافعی صاحب، یکی از امام جعفر، یک کسی از مثلا از ابو بکر صدیق، یکی از عمر فاروق، یک کسی از ابن تیمیه، یک کسی مثلا از ابن قیم. هر کس یکی از شخصیت های اسلامی را درباره‌اش یک تحقیق نوشته کرد. من یک کتاب گرفتم درباره یک شخصی به نام محمد ابن عبدالوهاب. یک کسی یک روز مرا میگه که استاد درباره ازی تو چرا کتاب نوشته کردیم؟ چرا؟ میگه مستر همور گفته ای خوب آدم نبود. ما گفتم خودش میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، پیشتون لا اله الا الله محمد رسول الله یک مسلمان اعتبار داره یا گپ یک مستر همور یک کافر انگلیس؟ گفتم از الله بترس. الله میگه که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر یک فاسق یک گپ آورد تحقیق بکن، اگر کافر آورد رو باید چی کنی؟ رد کنی. تا اون مرد که بیچاره میگه که من مسلمان هستم، مستر انور میگه چی است؟ کافر است. حالا من تمام روز اینجا قرآن شریف درس میتم، صبح روز ترامپ میگه که استاد دایی کافر است. حالا قرآن مرا قبول دارین؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمد رسول الله، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. دیگه چی بگویم؟ نه ترامپ میگه کافر است. او چی ترامپ؟ نکو گپ ترامپ و کافر و مستر همور قبول نکو سر یک مسلمان تومت. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، باز به این فعلا و سخنایی که گفتین یا در دنیا پشیمان میشین یا در کجا؟ یا در آخرت. خب یک دفعه در روز آخرت مثلا اگر نفر بگه که خب تو مرا کافر گفتی، او بخیز از میخنت گرفته پیش الله استادت کنه، بگه یا الله یا این کفر مرا ثابت کنه یا ایره در دوزخ رایی کو. در حالی که رسول الله میگه من کفر مسلما فقط کفر، کسی که مسلمانه که خودش مسلمان باشه و سندی تو نداشته باشی کافر شده، خودت کافر میشی. چی سند داری؟ هیچ. کی گفته؟ فلان کافر گفته. الله توبه. الله متعال این ادب اجتماعی را برای سیاستمدارا، برای مسئولین اداری، اگر رئیس کدام دفتر هستی، سیاستمدار هستی، قماندان هستی،
رئیس فامیل هستی، بزرگ قریه هستی و یا یک مسلمان عادی هستی، وقتی برات یک کسی یک گپ میاره، این آداب اخلاق اسلامی هست که در سخنهای مردم سخنچین تحقیق بکن تا که این کار نشه. و علمو و بدانین ان فیکم رسول الله، در بین شما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر این شما را اطاعت بکنن در بسیاری از کارها، باز شما در معانات سختی مفتین. چه قسم معانات سختی؟ مثلا تعداد جوانا می آمدن یا دیگه علاقمند ازی بودن که امیر رسول الله صلی الله علیه و سلم کنه، 3 نفر آمدن گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم شب خو میکنه، گفت خو میکنه. و دیگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنه؟ گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده. خب کت اولادای خود، نواسای خود، خانمای خود قسم میکنه، میشینه گپ میزنه. گفت بله. ولی چی؟ و دیگه گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم همه روزه میگیره. گفت نه، روزای فرضی رو میگیره، روزای نفلی رو میگیره، روزای سنت رو میگیره، بعضی اوقات نوافل. این 3 تا جوان گفتن که نه والا. یکیش گفت من هیچ ازدواج نمیکنم. خب کل عمر خودم به ازدواج، به زن مجرد میگردم. و دیگهش گفت من هیچ افطار نمیکنم، طول سال روزه میگیرم. و دیگهش گفت من هیچ خو نمیکنم، شب تا به صبح عبادت میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من که پیغمبر هستم، اینمی دین است. الله متعال میگه که اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی از شما را بکنه، باز خودتان در چی مفتین؟ لعنتم، باز در معانات و تکلیف و سختی مفتین. اگر همون گپ جوانا بگیره که بگه جوانا هیچ ازدواج نکو، دیگر روز باز جوانا را سعی کنی کلشان مثل فادر و مادر که در کلیساست، در زیرخانه‌های لیلی کلیسا باز گناه میکنن. در غرب که بری یک تعداد از به نام فادر و مادر، و فادر یک دانه قدراز ببینی که همونج استاد است، هیچ ازدواج نمیکنه. میگه نه I don't want to marry. چرا؟ میگه به خاطر ازی که من اگه ازدواج بکنم خب من باز عبادت میکنم. خب چقدر خوب آدم هستی، باز زنها را سعی کنی، دخترها را سعی کنی، ما مادر هستیم و ما ازدواج نمیکنیم. باز یک وقت سعی کنی که از کلیسا گزارشاتش میاد که 40 تا اشتکاک کلبریدگی از زیرخانه کلیسا پیدا شد. این حال شما دین پشت خود رایی نکنین، شما پشت چی برین؟ پشت دین برین. از این خاطر صحابه و مسلمان ها مکلفیت داشتن که پیروی از کی بکنن؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا؟ در دین چی است؟ وسطیت است، نه افراط است نه تفرید. از این خاطر الله متعال میگه و علم و بدانید که ان فیکم، یقینا در بین شما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. لو یطیعکم، اگر این پیغمبر از شما اطاعت بکند، فی کثیر من الامر، در بسیاری از مسائلی که شما پیشنهاد میکنین، لعنتم، باز خود شما در چی میفتین؟ در سختی و معانات. ولکن الله متعال حبب الیکم الایمان، پسند کرد برای شما چی را؟ ایمان را. و زینه فی قلوبکم، این ایمان در قلبهای شما زینت داد. و کره، و زشت ساخت، منفور ساخت، الیکم بر شما، الکفر، کفر را، و الفسوق، و گناه های کبیره و خارج شدن از اطاعت الله را، و العصیان، و نافرمانی را در گناه های صغیره. اولئک هم الراشدون، اینی مردمای با رشد هستند که چی صفت داشته باشن؟ ایمان خوش داشته باشی، یک صفتت باشه، در از قلب احکام ایمانی ترا خوشت بیاید، زینت داشته باشه. 2 سوم کفر بدت بیاید، 4 گناه کبیره بدت بیاید، 5 گناه صغیره بدت بیاید. اولئک هم الراشدون، اینی مردمای اصلی راه یافتند. فضلا من الله، اینی فضیلت از جانب الله هست و نعمت از الله هست. والله علیم حکیم، و الله بسیار عالم و با حکمت است. یک مسئله دیگه در مسائل اختلافات که در بین مسلمان ها جنگ و جنجال میشه، مثلا مسلمان ها کلشان مسلمان هستن، کلشان دیندار هستن، متدین هستن، شریعت الله تطبیق میشه. در اینجا بین 2 قریه یا 2 گروه مسلمان ها یک اختلاف پیدا میشه، یک دفعه جنگ میشه در بینشان، در بین خود مسلمان ها. اینجا ادب نظامی اسلام در بین مسلمان ها چی میگن؟ نظام، مثلا نظام چی است؟ نظام امو جنگی و حربی و صلح اسلام. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر 2 طایفه از مؤمنا، اتونه که یک طرف کافر باشه یک طرف مسلمان باشه، بلکه 2 طایفه که هر دوشان چی باشن؟
مؤمن باشن. اگر این دو طایفه مؤمنا که هیچ نواقض ایمان نکردن یا در بین هم اقتتال میکنن، جنگ میکنن، فاصلحوا بینهما، پس شما در بین از اینا، در بین از دو مسلمان ها، شما گروپ سیومی که در جنگ نیستین، برین در بینشان یا را آشتی پرتین. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر باز یکی از این دو گروپ سر دیگهش سرکشی و تعدی و بغاوت و تجاوز کرد، باز شما گروپ سوم چی کنین؟ فقاتلوا التي تبغي، پس شما بجنگین امرای او گروهی که اونا چی هستن؟ تجاوزگر هستن، بغاوت و سرکشی میکنن، حتی تفیه الی امر الله، تا که رجوع بکنن به امر الله. فان فاءت، پس اگر بازی رجوع کرد، فاصلحوا بینهما، در بین از اینا اصلاح برین، بالعدل، با عدالت، و اقسطوا، و با انصاف بکنین. ان الله یحب المقسطین، الله متعال مردمای با انصاف و با عدالت خوش داره. دیگه چی هست شما مسلمان ها در جامعه وقتی که زندگی میکنین؟ انما المؤمنون اخوه. شما اینجا نقشه سیاسی اسلام الله بر ما میته. در نقشه سیاسی اسلام آل ما مثلا مسلمان ها، افغان ها برادر یک دیگرن، پاکستان ها برادر یکی دیگرن، عرب ها برادر یکی دیگرن. میگه نه، این گپای قوم پرستاست. پشتون ها برادر یک دیگرن، این قوم پشتون پرستاست. فارسی ها برادر یکی دیگر هستن، این قوم پرستای فارسی زبان میگن. عرب ها برادر یک دیگرن، این قوم پرستای عرب میگن. پس نقشه سیاسی اسلام چی هست؟ الله میگه که انما المؤمنون اخوه، مؤمنا برادر یکی دیگر هستن. بنابراین این خطای دیورند و خطا و نقشه هایی که دیگر دادن، این غلط است. اگر تو مسلمان هستی، فلسطینی مسلمان برادر تو است، او را باید از یک کافر افغان کرده او را در ترجیح بدی. چرا؟ او لا اله الا الله میگن. پس از دیدگاه اسلام مسلمان ها برادر و خواهر یکی دیگه هستن. مسلمان های کل دنیا، مسلمان کل دنیا، اروپایی، امریکایی، آسیایی، افریقایی، برادر یکی دیگر هستن. فاصلحوا بین اخویکم، شما اصلاحات در بین برادرایتان بیارین. واتقوا الله، و از الله بترسین که به عوض اخوت اسلامی اخوت قومی را ترجیح بدین. پس به می خاطر است که قوم پرستا مسلمان نیستن، ملیگراها مسلمان نیستن، یا ملیت تاجیک و ملیت افغان و ملیت فلانی و ملیت پشتون و ملیت ازبک و ملیت عرب و ملیت پاکستانی و ملیت چطورکایی و گجراتی و فلانی، یا مسلمان گفته نمیشه کسایی که ملیگرا و ملیت پرست هستن. چرا مسلمان باید چی باشه؟ انما المؤمنون اخوه. آل عمر رضی الله عنه عرب بودا، برادر ما شماست نیست؟ برادر ما شما مؤمن است. در کجا تولد شد؟ در مدینه منوره. رسول الله صلی الله علیه و سلم برادر ماست نیست؟ ها؟ انما المؤمنون اخوه. حال کسایی که میگن نه از این خط که او طرف رفت دیگه ما او را قبول نداریم، پس تو پیغمبر را قبول نداری که بیادرت است. سلمان فارسی را قبول داری؟ صهیب رومی از کجا بود؟ از اروپا بود، برادرت است نیست؟ بلال فارسی، بلال حبشی، سلمان فارسی. اگر مؤمن هستی الله متعال میگه، قرآن نبی حکمش است، واتقوا الله، و بترسین از الله لعلکم ترحمون، شاید که باز او صورت سر شما رحم شود. دیگه از آداب اسلامی است که انسان مسلمان باید سر مسلمان دیگه مسخرگی نکنه. چرا؟ تو که سر یک نفر مسخرگی میکنی از قواریش، همین یک دیوال است نه؟ یک کسی میگه والا همین دیوال کج است. چندان دیوال نیست، کج دیوال است که این تو رفته. آل امیجا معمار استاده است، همی کسی که دیوال جور کرده. آل تو دیوال بد گفتی یا معماره؟ معمار بد گفتی، انجینیر بد گفتی. انجینیر دیوال کج کرده. دیوال میگه مخ برادر به دست خود نبودم، به دست کی بودم؟ ها؟ انجینیر و معمار سیست نه. آل تو که سر این نفر انسان سر قدش خنده میکنی، سر کی خنده کردی؟ چقدر سخت است. سر بینیش خنده میکنی، بینی رو خودش بر خود جور کنه، سر چشمایش، سر گوشش، سر قدش.
اتقوا الله. الله میگه که این بیادبی رو نکنین. خب یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما بگین ما مؤمن هستیم، لا یسخر، مسخرگی نکنه، قوم من قوم، یک قوم بالای قوم دیگر، عسى ان یکونوا خیر منهم، شاید همون کسی که تو سرش مسخرگی میکنی پیش الله رتبهش بسیار بلند باشه. الله سن سیل نمیکنه، الله سن قلب سیل میکنه، سن ایمان سیل میکنه. ان الله لا ينظر الى صوركم، الله سن چهره هایتان سیل نمیکنه، سن اجسامتان سیل نمیکنه، سن فصاحت و بلاغت سیل نمیکنه. شاید یک آدم تطلقه که زبانش بند میشه در 6 دفعه میگه لا الا الله الا الله، تو سرزو خنده میکنی، اونم لا اله الا الله ازور الله از تو کنه، ازور قبول داره. سرکس خندگی نکن. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منهم، شاید او پیش الله از تو کنه بسیار رتبه داشته باشه. ولا نساء من نساء، و ای خانم ها و زن ها سر زنهای دیگرش خندی نکنین که او سیاگه کسایی کو، او بینی پچقه کسایی کو، او لاغره کسایی کو، او قاقچلیگه کسایی کو، نگو. عسى ان یکن خیر منهن، شاید اونمو کچشمک و بدقوارگک و سیاچیرگک از تو که پیش الله بسیار ارزش داشته باشه. ابو لهب الله دوست داشت، میگو تو سفید چیره بود تو روی داشت خانه خراب، میگو تو سفید چیره بود که می کوماش میگم تو سرخک میزدن آورده. باز مردم میگفتن ابو لهب است، از رویش آتش باد میشه. الله گفت سیصلی نارن، همین سفید پوست مخبول و سرخی شدگی در آتش دوزخ میده. و بلال حبشی میگه لبای کلان کلان داشت، چهره سیاه داشت. الله میگه، رسول الله سمرش میگه که یا بلال تو چی کردی؟ دیشب وقتی که ملائکه مرا به جنت بردن تق 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 صدای پای بود. میگه پرسان کردم که تق تق پای کی است که در جنت میگردن؟ میگه ملائکه گفتن که این صدای پای بلال است. زیگو چقدر ارزش داشت، بچه چیریت نگرد. فهمیدی؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منهم، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منهن، ولا تلمزوا انفسکم، عیب جویی سر نفسایتان نکنین، یکی دیگه تان عیب جویی نکنین که فلانت ترست، که فلانت ترست، فلانت ترست. سر هر کسی چیب نگید، فلان دروغگوی است، فلان کلانکار است، فلانی بسیار غیبتگر است، فلان مثلا فاسق است، فلان فاجر است. این چی خدا قاضی جور کردی برای مردم اسناد میدی؟ خدا که چطور هستی؟ والله که اگر هر کس گناه های خدا فکر بکنه، کل مردم پیشش ملائکه هست. خدا شاهدنامه ابلیسی میده. ابلیس جان اول خدا شاهدنامه ابلیسی بده که تو خود چی کارا میکنی، بعد از بخی سر مردم گپ بزن. ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالالقاب، سر مردم لقب ها نمانین. حال مردم روا داره، او نه خادی رنگریز دیدی، او دیگر میگه زاغ دیدی، قدور دیدی، فتح کور دیدی، مچ فلانی دیدی. نگو، از الله بترس، از الله بترس، از الله بترس. ولا تنابزوا بالالقاب، این لقبا را سر مردم نمانین. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، الله میگه بسیار زشت است که نامت فاسق گفته شود پیش الله، در جمله فاسقان نوشته شود، بعد از اینکه تو خودم مؤمن میگی. نکو همین نام مؤمنت و ایمانت جای ازیر به فاسق تبدیل نکن. یعنی معنایش چی است؟ معنایش چیست؟ کسایی که سردگران مسخرگی میکنن، کسایی که مثلا سردگاه عیب جویی میکنن، کسایی که لقب‌ها را سر مردم میمانن، اینی مردم ها چی هستن؟ فاسق میشن. که بسیار ارزش است پیش الله که یک انسان بسیار ارزش است که بعد از اینکه ایمان داره مؤمن است، این باز فاسق است. و من لم یتوب، آل یگان تا میگه صاحب ما همین کارا را کرده بودیم، چطور کردیم؟ توبه کن، دروازه توبه باز است. بعد از این دیگه تصمیم بگیر که من ان شاء الله تعالی این کارا را نمیکنم. خب اگر کس حکم الله را فهمید باز نکرد، و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، الله میگه باز اینا در جمله ظالما هستن. ظالم چی معنی؟ الظلم و ظلمات یوم القیامه، ظلم تاریکی هاست در روز قیامت. در روز قیامت هر کس نور می داشته باشه،
روشنی از این چهار اطرافش روشن میسازه، در روز قیامت حرکت میکنه، اما این تاریکی ها گرفتار می باشه. هر قدمی که میورده در یک چقوری مفته، در موریش تاریک است. نکو ظالم ها هست. یا ایها الذین، دیگه چی از آداب اجتماعی و آداب اخلاقی اسلام چی است؟ میگه گمان بد نداشته باشین. اکثریت مردم به می گمان بد میگیره. مردم سر مسلمان ظن المؤمنین خیرا ما لم تر شرهم، سر هر کس گمان نیک داشته باش تا که بدیش ندیدی. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، اجتنبوا، اجتناب کنید، کثیرا از بسیاری، من الظن، از گمانهای زشت، ان بعد الظن اسم، بعض از این گمانها که از گناه هستند، پس این کار نکنین. انسان مسلمان باید سر مردم گمان نیک داشته باشه. دیگه چی گناه را نکنین؟ ولا تجسسوا، دیگه تجسس و جاسوسی نکنین. تمام روز که بیا در فلانی چطور شد، تو بیا می قصه فلانی را بگو، در خانه فلانی چی گپ است، که فلانی چی گفت، که فلانی. میگه این تجسس نکنین، مداخله در خانه مردم نکنین، در حالت مردم نکنین. بگذارین در هر خانه هر حالتی که هست به خودش تعلق داره. زیاد گپاره. بعضی کساس کتش بشینی که فلانی بچه شد که دختر شد که نوازی شد که فلانی شد. برادر الله متعال میگه زیاد تجسس، زیاد جاسوسی این کارا را نکنین. ولا یغتب بعضکم بعضا، دیگه ادب اسلامی است که غیبت نکنین. غیبت چی است؟ ذکرک اخاک بما تکره، یاد کردن برادرت خواهرت به اون چیزی که اگه پیش روش خبر شوه خفه میشه. نکو یاد بدشه. صحابه گفتن که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اگر امو عیب داشته باشه، گفت اگر او عیب داشت و تو بر مردم قصه کردی غیبتش کردی، اگر او عیب نداشت تو گفتی باز بهتان تهمت کردی سرش. ولو که یک نفر یک عیب هم داشته باشه تو بر مردم اینمی غیبت گوریه نکن. غیبت میگه اگر کرد چی است؟ میگه کسی که غیبت میکنه مثل چی است؟ مثل که پیش الله قدر میگه زشت است، مثل که یک نفر گوشت یک مرده را بخوره. همین جایی دارم مرده افتاده، یک ماه سرش چیرم شده خوب بوی میته، یگان تا میریم گوشت زیره میخوره. غیبت کردن مثل نمی خوردن گوشت مرده هست، اینقدر زشت است. ایحب، الله میگه آیا دوست داره احدکم، یکی از شما، ان یاکل لحم اخیه میتا، که بخوره گوشت برادرش که مرده باشه، فکرهتموه، شما بسیار او را بدتان میآید. وقتی که بدتان میآید خوردن گوشت مرده، غیبت هم مثل نمیواره هست، پیش الله بسیار زشت است، نکنین. واتقوا الله، و از الله بترسین، ان الله تواب رحیم، الله متعال بسیار پذیرنده توبه هست و بسیار رحیم مهربان است. یعنی از این کارا دیگه زود توبه بکنین، الله توبهتون قبول میکنه و مهربان است، دروازه توبه بسته نیست. آنچه که کردین از او چی کنین؟ توبه بکنین. یا ایها الناس، دیگه الله متعال میگه از آداب اجتماعی اسلام، نظام اجتماعی اسلام، نظام اخلاقی اسلامی است که یا ایها الناس، مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما تمام شما را خلق کردیم از یک مرد و یک زن، و جعلناکم شعوبا و قبایل، شما را چی ساختیم؟ قوم و قبیله ساختیم. الله میگه جعلناکم، ما شما را قوم و قبیله ساختیم، ما شما را به زبانهای مختلف، اقوام مختلف، قبیله های مختلف. این کار الله هست. برای چی کار کردیم؟ الله میگه لتعارفوا، تا که یکیتون بشناسید. خب اینا کسی که در این مسائل اختلاف میکنه میگه قوم از قوم تو که خوب است، یعنی الله در حق ما ظلم کرده. قوم پرستا جنگشان که الله هست. حالا ما که الله را گفته بودیم در خانه فلانی مرا پیدا بکن، مادرم فلانی باشه، پدرم فلانی باشه، کی ریزه دادن؟ این کار الله هست. هر کس در خانه یک کسی خلق کرده. این در خانه ازبک خلق شد، در خانه هزاره خلق شد، در خانه مثلا پشتون است، در تاجک است، در عرب است، در عجم است، در فلان است فلان است. پیش الله خی کدامش خوب است، کدام قوم خوب است، کدام قریه خوب است؟ الله میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما پیش الله کی است؟ با تقوا هست. میتونه این با تقوا بلال حبشی ور سیاپوست باشه، حبشی باشه، میتونه که سلمان فارسی ور از فارس باشه، آسیایی باشه، میشه مثل صهیب رومی ور اروپایی باشه، میتونه با تقوا پشتون باشه، تاجک باشه، هزاره باشه، ازبک باشه، عرب باشه، عجم باشه. اگر شما ایمان دارین، ای از اساس نظام فکری اسلام،
انسانی که فکر اسلامی داره باید این متعقیده داشته باشه و کسی که ضد از این فکر داره این فکر از این فکر شیطانی هست. ان الله علیم خبیر، الله بسیار عالم و باخبر است. قالت الاعراب، مردمای بادیانشین آمدن گفتن ای رسول الله صلی الله علیه و آله ما ایمان آوردیم. قل میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و گفت که بگوی رسول الله صلی الله علیه و لم شما ایمان نآوردین ولکن قولوا اسلمنا، بگوین که ما تنها ظاهرا تسلیم شدیم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یقینا ایمان در قلب های شما داخل نشده. و این تطیعوا الله و رسوله، اگر شما اطاعت از الله بکنین و رسولش بکنین، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، از اعمال شما چیز را کم نمیکنن. لا یلدکم یعنی کم نمیکنن، نقصان نمیآورن. من اعمالکم از اعمالتان شیئا چیزی. ان الله غفور رحیم، یقینا الله متعال بخشنده و مهربان است. انما المؤمنون، مؤمنون حق مسلمانای حقیقی کی هستند؟ الذين، او کسانی هستند که آمنوا بالله، که به الله ایمان داشته باشند، و رسوله و به رسول الله هم ایمان داشته باشند، یعنی به قرآن و سنت ایمان داشته باشند. ثم لم يرتابوا، باز در قسمت قبولی قرآن و سنت و ایمان به الله و رسولش در شک نباشند. و جاهدوا، و جهاد میکنن با چی؟ به اموالهم، با مالهای خود، و انفسهم، و با نفسهای خود، فی سبیل الله، در راه الله. اولئک هم الصادقون، این مردمای راستگو هستند. قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و اتعلمون الله بدینکم، آیا شما خبر میتین الله را به دینتان؟ یا میامدن بر رسول الله صلی الله علیه و من تو دیندار هستم، که من نماز خواندم، که من قدر خوب آدم هستم. گفت شما حالا برای الله را بر دینتان شما خبر میتین؟ والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، الله میفهمه که آنچه در آسمان ها و زمین است. هیچ دانت چوب بگی الله میفهمه که تو چی عمل کردی. والله بكل شیء علیم، الله بر هر چیزی بسیار با خبر است. بعضیا باز می آمدن که ای رسول الله صلی الله علیه و ما مسلمان شدیم. بعضی کسا می این استاد در درستان آمدیم، این منت گذاری میکنن. بعضی که میگه این والا پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، این چه خوب مسلمان است. الله متعال گفت یمنون علیک ان اسلموا، منت گذاری میکنن علیک بالای توی رسول الله صلی الله علیه و آله ان اسلموا، ای که اسلام آوردن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، بگو برشان که منت گذاری نکنین بر ما به اسلامتان. بل الله یمن علیکم، بلکه الله سر شما منت گذاری میکنه. ان هداکم للایمان، الله را باید تو شکر کنی که الله تو را توفیق داد که در مجلس قرآن بشینی. اگه توفیق نمیداد آل قرار اونجا شیشتا بود در سر چوک پیش مداری. شکر بکش که حالا پیش مداری نیستی، شکر بکش که عمل در سینما نیستی، شکر بکش که عمل کت دوزا نیستی، اختطافگران نیستی، شکر که حال تو مثلا در یک گناه خطرناک مبتلا نیستی. ای که الله تو را توفیق داد که در مجلس قرآن بشینی، در مجلس دین بشینی، این رحمت الله هست، توفیق الله هست که برای یک انسان میده. بل الله یمن علیکم، بلکه الله منت گذاری میکنه بالای شما. ان هداکم للایمان، که شما را هدایت کرد بر ایمان. ان کنتم صادقین، اگر راستگوی هستین، اگر تو واقعا صادق راستگوی هستی، قدر و منزلت ایمان را میفهمی و شکر الله را میکنی و منت گذاری بر پیغمبر نمیکنی، بلکه میگی که منت الهی هست، احسان الله هست بالای من. ان الله، یقین الله متعال یعلم، میداند غیب السماوات و الارض، تمام آن چیزی که غایب هستند در آسمان ها و زمین. والله بصیر بما تعملون، الله بینا هست به آن چیزی که عمل میکنین. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک.